салом бинандаи азиз, ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. имрӯз 26 июл аст ва таҳаввулоти ахири тоҷикистону ҷаҳонро ҳамкорони мо аз душанбе ва Прага пешниҳоди шумо мекунанд. ҳоло як нигоҳ ба сархати гузоришҳо. ҳукумати тоҷикистон 146 узви хонаводаи ҷангҷӯёни гурӯҳи доишро аз паноҳгоҳе дар Сурия ба ватан баргардонд. пайвандони кӯдакони фавтида дар ҳодисаи чаппашавии теппа дар Кӯлоб аз хадамоти наҷот ва ёрии таъҷилӣ гила доранд. ва муҳоҷирати тоҷикон ба хориҷ 2 баробар афзоиш ёфта ба 340 000 нафар баробар шудааст. мақомот мегӯянд бозгашти муҳоҷирон низ бештар шуд. تعدادی زیاده از 240 000 نفر مهاجران مهنتی به وطن بازگشتند. دهها زن و کودک تاجیک را بعد از چندین سال نگهداری در پناهگاه‌های سوریه به تاجیکستان آوردند. هواپیما با 146 زن و کودک شب 25 ایول به دوشنبه رسید. این اولین گروه زنان و کودکان است که از پناهگاه الحال سوریه اختیاراً به تاجیکستان برمیگردند. به گفته مقامات در این پناهگاه 10 نفر دیگری هم هست که به وطن برگشتن نمیخواهند. گزارش نگاره فضل‌الدین در این باره است. نیروهای کورد در سوریه نزدیک 150 زن و کودک جنگجویان داعش را به تاجیکستان سپردند. آنها در پناهگاه الحال سوریه نگهداری می‌شدند که زیر نظارت مخالفان حکومت بشار اسد قرار دارند. جریان به تاجیکستان سپردن آنها میان وزارت کارهای خارجی سوریه، سازمان هلال احمر و نمایندگان تاجیکستان در کویت هماهنگ شده است، اما رسانه‌های مستقل را به پیشواز آنها راه ندادند. 42 زن و 104 کودک جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی تقریبا ساعت 8 بگاه طریق هواپیمای سوریه‌گی چموینگز به فرودگاه بین‌المللی دوشنبه انتقال شدند. این زنان و کودکان طریق 4 اتوبوس ایشان اکسپرس و 3 ماشین یاری تجلیلی با پزشکان به محل انتقال شدند که مقامات از اعلان نام آن مکان خودداری می‌کنند. در گذشته هنگام انتقال اعضای خانواده‌های جنگجویان تاجیک از عراق این افراد به اردوگاه به منطقه خرنگام ناحیه ورزاب انتقال شده بودند. خبرگزاری دولتی خاور با نشر چند عکس از استقبال اعضای خانواده‌های جنگجویان از سوریه تاکید کرده است که این امر با دستور رئیس جمهور تاجیکستان صورت گرفته است. فریدون هادیزاده کارشناس مسائل مذهبی در شرح خبر انتقال اعضای خانواده‌های جنگجویان از سوریه به تاجیکستان گفت که در اردوگاه الحول شرایط زندگی سنگین است و به وطن بازپس آوردن آنها برایشان بهبودی دانسته می شود. البته آنها باید که حالا در کرانتین باشند. این یک. دوم فیلتراسیون. سوم آنها نباید که زنند. یعنی که یک زوراوری کنند، این چیز شکنجه نکنند، این چیز مهم. با گفته هادیزاده همکنون روند سنجش کارنامه هر یک زنی بازپس آورده از سوریه شروع می شود و احتمال دارد با در نظر داشت تجربه قبلی برخی از آنها روانه زندان شوند. در پناهگاه روژ و الحال سوریه بیش از 500 زن و کودک تاجیک را نگاه می‌دارند. آنها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش هستند که به دست نیروهای کرد افتادند. زنان بارها از مقامات تاجیکستان خواسته بودند که آنها را به کشور برگردانند. قبلا تاجیکستان 89 کودک را از عراق برگردانده بود. دهها زن تاجیک در آن کشور به زندان محکوم شدند. 5 نفر از جمله 4 کودک ساکنان یک دهه را در کلاب ماتم زده کرد. آنها 2 روز پیش هنگام ساختن خانه برای خرگوش زیر خاک ماندند. با کمک باشندگان دهه جسدها از زیر خاک بیرون کرده شدند. نزدیکان فوتیده ها گله دارند که خدمات نجات و یاری تعجیلی سری وقت به جای حادثه حاضر نشدند. محمود رحمتزاده به محل حادثه رفت و با خانواده های غمزده صحبت کرد. دهه سنگپر در کنار شهر کلاب ماتم دارد. روز 24 ایول بر اثر چپه شدن تپه خاک 5 نفر فوتید. این حادثه در خاندان حق نظر عبداللهی 45 ساله رخ داد. حق نظر همان روز برای خرگوشانش خانه می ساخت. 4 کودک همراه حق نظر بودند. برکت الله شریفی 12 ساله، یعقوب سنگوفی 10 ساله، یاسین جان سنگوفی 9 ساله و فیض الله سنگوفی 6 ساله. آنها نزد حق نظر برای تماشا آمده بودند.
ناگهان این تپه بالای حق نظر و 4 کودک فرو می رود. ساعت‌های 18:30 روز 24 ایول همین تپه‌ای که در پشت ما قرار دارد در بالای 5 نفر چپه شده در تگ این خاک 5 نفر به هلاکت می رسد. از این 5 نفر 4 نفرش کودک بوده، یک تای آن کلانسال است. 10 سال تراکتوریست کار در همواریا ندادش. برای برآوردن جسدها تمام باشندگان دهه تلاش کرده اند. این عکسی کوفتکوی 5 جسد از زیر خاک است. خانواده‌های ماتم زده و ساکنان دهه گله دارند که ماشین یاری تجلی سری وقت به جای حادثه نرسید. راوش تنقیسی میکشه سکور را زنگ میزنیم نه امروز که حادثه شده 1 ساعت ما سکور زنگ زدیم امچه زمین تلفن ما نمیگیرن. این هم آخرین عکس‌های یعقوب، یاسین جان و فیض‌الله سنگوفی برادران هستند. مادرش در خانه خواب فرزندانش را می‌جوید. حالا از فرزندان فوتیده‌اش تنها چند پای افزال و لباس‌های پوری خاک و این عکس‌ها به یادگار مانده است. مادر در ماتم نشسته است. اما کودکای مامتنی نمیشیدن آخیه ای بچه هم آخیه ای بچه هم از این دهی خواه گرفتم آخیه اسکاری نبود ای مردن آخی بابا نسرم بردم شون آخیه ای بچه کاما بردم دهی خواه کردم امروز آخیه. دهه سنگپر در جماعت زیرکی شهر کلاب جایگیر است. از سال 2015 بنیاد شده، حالا حدودی 300 خانواده به سر میبرد. حق نظر عبداللهیف همراه خانواده‌اش در خانه نوبنیادش یک زندگی فقیرانه داشته است. بعدی پیدا شدن جسدها آنها را روز 25 ایول در آرامگاه‌های کلاب دفن کردند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه سنگپر. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در نیم سال اخیر بیش از 70,000 زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. به حساب دیگر هر روز بیش از 400 نفر شناسنامه روسیه را می گرفته است. در این کشور زیاده از 2 میلیون تاجیک در قید مهاجرت قرار دارند. در ضمن امروز مقامات تاجیک هم از 2 برابر زیاد شدن تعداد مهاجران خبر دادند. اما مهاجرت کاری نه فقط به روسیه بلکه به کشورهای دیگر هم می افزاید. تفصیلات بیشتر در گزارش برات یوسفی. شماره شهروندانی که از تاجیکستان با مهاجرت رفتند در 6 ماه سال جاری نسبت به 1 سال قبلی 2 برابر افزایش یافته است. با گفته وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی در 6 ماه بیشتر از 320,000 نفر با مهاجرت مهنتی به خارج کشور، تقریبا 90% به روسیه رفتند. در این دوره شماره مهاجران به وطن برگشته نیز به مراتب زیاد شده است. در مرحله حساباتی از خارج کشور به وطن تعداد زیاده از 240,000 نفر مهاجران مهنتی به وطن بازگشتند که از این 194,395 نفر مردان و 46,200 نفر زنان می باشند و این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 4.5 مرتبه زیاد است. مقامات میگویند تلاش دارند تعداد کشورهای قبول کننده مهاجران تاجیک را زیاد کنند. فعلا مهاجران تاجیک اساساً برای کار به روسیه و قزاقستان میروند. در حالی که پس از حمله به اوکراین روسیه تحت تحریم‌های غرب قرار گرفته است و ده‌ها شرکت و کارخانه‌ها فعالیت خود را در این کشور قطع کردند. مهاجران تاجیک میگویند این تحریم‌ها به کار آنها در روسیه بی تاثیر نمانده است. برخی از مهاجران کاری میگویند کار خود را از دست دادند یا با سبب کم شدن کار درآمدشان کم شده است. برای برخی دیگر از مهاجران کار و درآمدشان بهتر شده است. به فکر من شاید این سبب تحریم هایی که دولت های غرب بر ضد روسیه کردستان، البته محصولات اونها از دولت های غرب به روسیه وارد نشده ایستاده است. من مدت چندین ماه باز و توجه هم جهت چکنه فروشی چکنه هم و جهت یگلخت با محصولات میوه‌جات و واردات تاجیکستان و دیگر دولت های اتحاد دولت مستقل بهتر شده ایستاده است. مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگویند سال روان 126 نفر را برای کار به بریتانیا فرستادند. 200 نفر دیگر انتظار گرفتن روادید بریتانیا هستند. این شهروندان تاجیکستان در بریتانیا اصلا در کارهای موسمی گرمخانه‌ها کار میکنند. بنا به ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، پول انتقالی مهاجران تاجیک با 31 مجموعه محصولات داخلی برابر است.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت درباره سبب مرگ ابوبکر سعیدزاده رهبری بخش این نهاد در کلاب گپ زدن نمی‌تواند. او از سعیدزاده توصیف کرد و گفت وی روز استراحت در سر زمین فوتیده است. ابوبکر سعیدزاده روز 10 ایول به گفته شاهدان در پی مناقشه با همسایگانش در دنقره به هلاکت رسیده است. قضیه مرگ مرموز این مقامدار را خبرنگاران در نشست مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده مطرح کردند. در این نشست همچنین گفته شد در نیم سال اخیر در پی حادثه‌های ناخوش بیش از 90 نفر در کشور جان باختند. گزارش علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله در این باره است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع شهروندی از افزایش مرگ و میر ساکنان در پی حادثه‌های ناخوش خبر داد. طور رهبریت این نهاد میگوید با وجود انجام کارهای فهماندهی با دلیل رعایت نکردن قاعده‌های شناوری فوت 10 نفر ثبت شده است. کل دریاهای کشور 84 نفر شهروندان جمهوری غرق شده است. از جمله اگر با سن و سال خیلی تقسیم کنیم از 35 بالا 11 نفر، از 17 ساله تا 35 ساله 27 نفر، از 11 تا 16 ساله 24 نفر، از 5 تا 10 ساله 15 نفر و از همه تشویش‌ترین تا 4 ساله 7 نفر کودکان میباشند. فوت ساکنان از سبب رعایت نکردن قاعده‌های شناوری در حال صدا می‌دهد که ساکنان بارها تاکید نمودند که جای‌های مناسب رایگان برای آببازی یا تمرین شناوری ندارند. در چند سال اخیر مقامات از بنیاد مکان‌های آببازی یا شناوری ساکنان پیوسته خبر می‌دهند، ولی با توجه به آنکه ارزش خدمت‌رسانی چنین جای‌ها برای مردم دسترس نیست، گاه ساکنان رو به مکان‌های خطرناک می‌آورند. با اطلاع رئیس کمیته، امسال بر اثر سر زدن آفت‌های طبیعی از قبیل آمدن سیل و ترمه، رعد و برق و ریزش سنگ 8 نفر به هلاکت رسیده است. در نشست خبری کمیته حالت‌های فوق‌العاده وجود موضوع‌های خطرناکی به حیات ساکنان خطر دارد به بحث گرفته شد. طبق اطلاع این نهاد در تاجیکستان بیش از 390,000 نفر در حدود موضوع‌های خطرناک به سر میبرند. معین کرده شد که در حدود جمهوری 1209 موضوع‌های خطرناک با شماره 72629 خواجگی و 391304 نفر اهالی در منطقه خطرناک موجود است که قسم بیشتر آنها موضوع‌های از جهت سیل و آبخیزی خطرناک میباشند. بنا به اطلاع رسمی، آفت‌های طبیعی به اقتصادیات کشور بیشتر از 15 میلیون سومانی ضرر رسانیده است. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی و مثل ترمه و لرزش خاک و سیل و آبخیزی به شمار می‌رود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. خانواده طفلی که به گفته مقامات با تولدش اهالی تاجیکستان را به 10 میلیون برابر کرد، امروز از تولدخانه به خانه نو کوچیدند. او روز 23 ایول در تولدخانه رقم 2 پایتخت به دنیا آمد. حکومت به این خانواده در پایتخت منزلی 3 حجرگی تحفه کرده است. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به آخر می رسد. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر و گزارش های بیشتر از این را می توانید در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه های فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.